بفرمایید. الو سلام رفیق. سلام. خوبی؟ چاکرم. آقا من یه سوال خواستم از شما بپرسم، راهنماییم کنی. من گاوم داره میزنه الان، بعد کسی نیست اینجا وارد باشه، من بالا سر حیوانم الان، خواستم ببینم میتونی راهنماییم کنی؟ کجا؟ داداش من تهرانم، لواسونم. خب خواستم ببینم میتونی راهنماییم کنی. من الان چیکار کنم؟ حیوان داره میزنه، داره از دست میره، من وارد نیستم. چی شده؟ حیوان داره میزنه الان بغل من، نگاه الان بغل من، الان بغل بیرون اومده؟ جان. دستاش. نه دستاش هنو بیرون نیومده. خب یه کیسه آب اومده بیرون؟ آره ببین فریاد حیوانو نگاه، فریاد حیوانو نگاه، بغضم گرفته. اشکال نداره، به زایمان چندمه؟ جان زایمان سومشه. میزایم. جان اشکال نداره، خودش میذار. خب من چیکار کنم؟ این داره از دست میره، درد زیادی داره خیلی. جان چه مدتیه؟ یعنی چی؟ الان 2 ساعته داره ماه سنگین میکنه. بذار من دور شم از حیوان. چه ساعت مونده؟ امکان داره چی؟ در چه ساعت مونده؟ میخوای شکمشو تکون بدم؟ نه نگاه. ببین گوش کن، فریاد حیوانو گوش کن، ببین میفهمی این داد مال چیه؟ فریاد حیوانو گوش کن. بله شما صداش میاد الان اونور حیوان؟ آره دارم میزایم. تا 16 ساعت هم هیچیش نمیشه. اگه فکر کنم لگد میزنه، فکر کنم گوسالش لگد میزنه، چون بعضی وقتا فریادای عجیب و سنگینی میکشه حاجی. من خیلی نگران حیوانم الان، واقعیت بغض کردم، اصلا نگرانم. اشکال نداره. میخوام حیوانم از دست نره. الو میخوام حیوانم از دست نره، چیکار کنم؟ تا 16 ساعت میگی صبر کنم؟ دامپزشک من نزدیکم نیست، بعد من میترسم حیوانو تنها بذارم، اصلا این فریاد میکشه، اصلا انگار دارن کونش میذارن. دوتا با همین؟ کی؟ دوتا؟ نه یه دونه است جفتش نیست. دوتا با همین؟ جان دوتایی؟ نه من خودم تکیم، کسی پیشم نیست، فقط حیوان پیشمه، حتی راهنما هم پیشم نیست. جان با حیوان میشید دوتا دیگه. داداش ما رو داری حیوان فرض میکنی؟ یعنی من جدام، حیوان جداه. چرا خوردم چرچایی واجه خیلی خوب بود. خیلی مخلصیم، چاکریم. فقط تو برام الهی، فقط دستم وسطش خورد قطع شد، 2 تا وایس شد. فدا سرت حاجی. دلم درد گرفت خنده به امام حسین. خیلی چاکریم، مخلصم. حاجی لند هستم در کنار محمد. چاکر.